یک هفته قبل رئیس بخش بدخشانی حزب سوسیال دموکراتی تویسان علیم شیرزمانوف از طریق رسانه‌ها از جمله رادیو آزادی اظهار کرد که دیگر در تاجیکستان امکان آزادانه فعالیت کردن، حرف زدن و این چیزها نیست. از این رو پیشنهاد کرد که موقتا فعالیت حزب سوسیال دموکراتی تویسان قطع کرده شود. شما که رئیس این حزب هستید، نظرتون چی است به این مسئله؟ تشکر. نظر من همین است که این نه منطق ندارد، نه از روی قانونی نیست. یعنی این غیر قانونی است. غیر قانونی بودنش در چی انعکاس می‌یابد؟ یکم همین است که حزب را موقتا قطع کرده نمی شود. از روی قانونگذاری فعالیت حزب قطع کرده می شود در انجمن حزب، لیکن وای کلمه موقتا یا که دیگه شروع ندارد. دیگرش که در راه سود این قطع کرده می شود. دویم مسئله هم است که کلمه موقتا وقتی استفاده می شود این قطع کردن رو در نظر ندارد. این موقتا باز داشتن ممکن، لیکن باز داشتن فعالیت در عموم حزبرانی، فعالیت آن رو در این یا آن سمت. اگر در یادتون باشد یک وقت ما در وقت انتخابات فعالیت خود رو باز داشته بودیم یا که اشتراک خود را در انتخابات. طوری از صحبت علیم شیرزمانوف به نظر می رسد و ذکر می کند که حتی فعالیت خود حزب سوسیال دموکراتی هم در تویسان چندان روشن درخشان نیست و خیلی کمرنگ شده و حضور خودش رو مثل اینکه کاملا از دست داده است و از این رو هم پیشنهاد می کند که باید ما فعالیت باز داریم. فعالیت حزب من فکر نمی کنم که کمرنگ شده است یا که دیگر شده است. وقتی که ما انفرادی عمل میکنیم یا که مثال سازمان‌های خود را با این راه یا آن را هدایت میکنیم، این مضمون آن را ندارد که ما همه چیز را آشکار کردن در کار یا که آشکارا این چیز را اعلان کردن در کار. وقتی که وضعیت با این مساعدت نمیکند، باید که یک خیلی چیزهای یک خیلی شکل‌های عمل‌ها را ما آرامانه برگزار نماییم. چندین دفعه شما در صحبت‌ها با رسانه‌ها گفتید که انجمن باید برگزار می‌کردید و چند دفعه روزش تعیین شد ولی نشد. این چی معنی داره؟ نه، این هیچ معنی ندارد. هر یک مسئله رو ما باید که با تحلیل چقور به میان آوریم. ما تا روز نهم یعنی تا روز استقلال تاجیکستان مشخص روز انجمن را اعلام می‌نماییم. من فکر میکنم که نه دیرتر آخر سپتامبر آغاز اکتبر. ما پیشتر هم تعیین کردنی بودیم. اول اعلام کردیم که ماه ایون با برگزار میکنیم که لیکن در ماه ایون همین خدمت که با ماه شریف رمضان بسیار سازمان‌ها از جمله ولایت سوخت پیشنهاد کرد که بیایید وقت رمضان انجمن را برگزار نکنیم. تا در تاجیکستان ما خود رئیس حزب را نمیبینیم که همیشه در سفر هستند. پس چگونه مثلا ما میتونیم بگیم که حزب واقعا فعال است و انجمن برگزار میکنه؟ نه تنها برای علیم شیرزمانوف امکانیت فعالیت کردن در تاجیکستان محدود است. برای رئیس حزب سوسیال دموکرات هم این باز محدود در این است. برای آنکه برای من اینجا کار و فعالیت کردن یگان محیط موجود نیست. منظورتون چی است؟ چه محیط موجود نیست؟ موجود نیست که من کار و فعالیت کرد. حتی فعالیت ادوکاتی رو عملی گردانده نمیتونم. محدودیت زیاد است. در داخل تویسان فعلا چقدر اعضای شما فعالیت دارند؟ اگر مشخص میگرفته باشم 2270 نفر در داخل حزب داخل جمهوری عمل کرده شدند. 70% دیگر این زیاده 5500 5390 اعضایان حزب امروز در مهاجران مهنت عمل کرده شدند. انجمن نیروهای سازنده تویسان که چند سال فعالیت داشت و از چند سازمان‌های عبارت بود از جمله گروه 24، اما اینها چند روز پیش در یک اظهار داشتن که دیگر فعالیت نمی‌کنن. یعنی فعالیت انجمن نیروهای سازنده تویسان به همین دیگر قطع شد، فعالیتش پایان یافت. شما به این مسئله چه نظر دارید؟ من از روز تشکیل همین سازمان یگان امید نداشتم از این. شخصیت‌هایی که جمع شدند و اون تشبث داران که این چیز را تشکیل کردن
همه‌شون هم عقیده نبودند. سوم مسئله در آن است که اکثریت که با آن چیز وارد شدند آنها به نام وجود داشتند و اهم مهمش در آن می باشد که باید که این گونه سازمان ها در داخل کشور نماینده های خود را یا سازمان های خود را داشته باشند یا خودشان به واسطه در داخل حزب در داخل کشور عمل کرده توانند. با این راه در این شکل با این ماهیت کار پیروزی نایل شدن نمی توانند. نه تنها نتوانستند، اکنون حتی از نو این چیز کارهای تشکیل میکرده باشند با این چیز نایل شدن نمی توانند. محترم رحمت الله ظاهرov برای صحبت خیلی جالب و آزاد تشکر زیاد، موفق باشید. با شما موفقیت. سلامت باشید.